خواهش میکنم ارزم بزرگ که این دوباره دیر میاد. من شنبه میخوام پول بگیرم، گفته 2 هفته دیگه میام. میبرد میکنه با منه که $1 $100 الان میاد میبره. خب پس من میرم فقط آدرسی من چون گرفتارم مبلغشو برام میزنید. نه منظورم نیست، میگم که مثلا بذار فردا شنبه یه چکی دارم با این صحبت رو نداریم. ما قیمتش هم همون 36 دیگه خودت بود. 36 که خودت گفتی. روغن یعنی 40 میخره. روغن چی؟ روغن سوخته. بعد بهش گفتم التماس که 36 به من بده. این یارو میگه من 2 هفته دیگه میام، از جای دیگه میاد. بعد ارزم به حضورت که الان که بهش زنگ زدم میگه 30 بدم. باشه شوری چی واسه